سازمان هومن رایتس واچ در گزارش نو خود گفت که صرف نظر از شکست چند سیاستمدار عوام فریب در سال گذشته، رهبران بیشتر کشورها مثل پیشین از نام مردم حرف می‌زدند و سیاست خود را در اساس تعقیب اقلیت‌ها و حمله ضد برابری حقوق انسان‌ها بنیاد می‌کنند. این گزارش روز 18 ینور پخش شد. به نوشته سازمان، وضع حقوق انسان به آن دلیل زینه به زینه بد شد که کشورهای پیشگام دموکراتی در سال 2017 بیشتر به مسائل داخلی خود مشغول بودند. این خاموشی به نظام‌های خود کمک کرد که فضای اطلاعاتی را با موضوعات تندگرایی پر و حقوق انسان و آزادی بیان را در داخل کشورهایشان پایمال کنند. مؤلفان گزارش می‌نویسند در زندان‌های تاجیکستان بیش از 150 فعال سیاسی، روزنامه‌نگاران مستقل و حامیان حقوق نگهداری می‌شوند که حکومت را تنقید می‌کردند. ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه تاجیکستان نیز از 90 حادثه شکنجه در سال‌های 2016-2017 خبر داده است. همچنین فرار 20 روزنامه‌نگار از کشور به خارج در پی تعقیب و تهدیدها رسانه‌ای شده است. هومن رایتس واچ می‌نویسد مقامات تاجیکستان هدفمندانه دسترسی به اطلاع را محدود می‌کنند. آنهایی که به سامانه‌های نامقبول سر می‌زنند مجازات می‌شوند. همچنین رویخط کتاب‌های ترتیب داده شده است که واردات و صادراتشان به کشور یا از کشور به خارج منع است. در آذربایجان سال 2017 فشار به منتقدان بیشتر شده، نه کم از 25 روزنامه‌نگار و فعال سیاسی با بهانه‌های گوناگون زندانی شدند. آمده است در گزارش.